الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله و اصحاب اجمعین. خداوند مهربان دعاگو هستم که خداوند همه مرادهامون، همه مطلوبهامون، همه مقصودهامون اگر نیک باشد الله مهربان برآورده گرداند. خداوند دعا کنیم که این بیماری که امروز بسیاری از ملک‌ها را، بسیاری از مردم را در تشویش مانده است، خدای مهربان همین را از بالای ما دور بگردان. خدای مهربان در دلهامون چه آرزوهایی که داریم در نسبت فرزندامون، در نسبت دم آخرمان، در نسبت خانه قبر روز قیامتمان، خدای مهربان آرزوهامون حاصل بگردان. الله مهربان دعا کنیم که ملک ما و شما را خداوند همیشه امن و آرام و همیشه آباد و زیبا نگهش بدارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، یک سوالی که در من پیوسته سوال دادن، از این خاطر من گویم که اکو ضرور شدم و جواب گویم. سوال همین است که میگن چرا آدم پولدار حرمت میکنن؟ سبب در چیه که همین آدمی که پول داشته باشه مقصد دائم و دائم میبینی که احترام داره، عزت داره. برادران عزیز و گرامی، فکر میکنم همین آدم باید خودشم داند که برای چی پولدار حرمت میکنن. پولدار برای آن حرمت میکنن که پول داره. حضرت عمر میگو عز دنیا بالمال. همین دنیا ده کسی پول داره عزت داره. از این لحاظ این جوابش او قدر و فکر سنگین نیست، مشکل نیست. لیکن یک چیز باید ما و شما دانیم. یک چیز ما باید دانیم که در زمانهای پیامبرمان برادران عزیز، ما آدمای پولدار، مالدار داشتیم. من نام چند نفری از اونها را مقصد نویساندم تا گوش اندازین. یکم حضرت عثمان داماد پیامبرمان ابن عفان، دویم طلحه ابن عبیدالله، دیگر زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص. اینها نفرهای بودن برادران عزیز و گرامی که در زمانهای پیامبر از نفرهای مالدار بودن، پولدار بودن. برای همین یعنی هرگاهی که ما کسی را دیدیم که مالدار است و پولدار است، در راست اونها یگان بدبینی و یگان بخیلی و یگان عداوت نکنیم. هست در زبان مردم که به خدا دادگان ستیزه مکن که اونها را خدا داده است. یعنی هرگاهی که ما در دست کسی که مبلغ دیدیم، شرایط دیدیم، امکانیت خوب دیدیم، ما باید که با همین مقصد راضی باشیم که هر آینه این مال به اراده الله مهربان به دست آمدگی نیست. سوره آل عمران بینین آیت 26. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع ملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. الله مهربان میگه کسی را دیدین پولدار هست، دانین که طرف منه. کسی را دیدین که بانکرات، بی پول، فقیره، دانید که اونم به اراده منه. کسی را میبینین خدا عزت داده، او را من کردم. کسی را میبینین که بی قدر بی قیمته، دانین که او را من کردم. بیدک الخیر، همه نیکی و خیر در دست من است.
اینک علی کل شیء قدیر. من ذاتی هستم که به همه چیز قادرم. پس برادران عزیز، مال، پول، ثروتی که در دست کسی است، اینها را البته به البته چگونه یک نفر کمبغل میبینیم میگیم در قسمتش، در تقدیرش همین کمبغلی بوده است، یک کسی دیگر را مالدارم که دیدیم باید به همین قائل باشیم که یعنی در قسمت و در تقدیر همین بنده مالداری رفت است، پولداری رفت است. از این لحاظ الله رحمت کند میگد که یکی را میدهد اسباب و تخت و تاج سلطانی، یکی را میکند محتاج بهری یک لب نانی، یکی را میکند صاحب فضیلت با طفیل علم ربانی، یکی گشته ز جاهلی مطیع نفس شیطانی. به قدرت هر چی خواهد میکند آن قادر دانا. برای همین همه برادرای عزیز در دستی همه قادر دانا هست. کسی را نادار ببینیم، کسی را دارا میبینیم، همش ای جانب الله هست برادران. لیکن یک چیز است که هر یک مالدار و پولدار باید خودش سوال تید که چرا خداوند تو را مالدار کرد، تو را مثل دیگرها کمبغل نکرد؟ برای چی؟ یعنی این معناش همین است که البته به البته مالداری و ناداری این همه ای نزد الله است. یعنی خداوند همه چیز برای تو لایق دیده است، برای تو مناسب دیده است. تو باید که با این مال الله دادگی بسیار معامله بسیار مراسای خوب کنی. الله رحمت کند جناب شیخ سعدی را میگفت که آن که 7 اقلیم عالم را نهاد، الله را میگه آن که 7 اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را آنچه لایق بود داد. گر توانایی و گر کوتاه دست، هر کسی باید چنین باشد که هست. کسی چخیلی که هست خدای مهربانم را هم خیلی هست کردگیه. کدام ما در کدام حالتیم همش از جانب الله است. مرد دونهیمت اگر قادر شود، پس خیانت ها از او صادر شود. آن کس که توانگرت نمیگرداند، او مصلحت تو از تو بهتر داند. گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجش از جهان برداشتی. آن 2 شاخ گاو اگر خر داشتی، آدمی را نزد خود نگذاشتی. خدای مهربان بین، آن کس که توانگرت نمیگرداند، او مصلحت تو از تو بهتر داند. کسی را خداوند توانگر نکرد، دارا نکرد، مصلحت الله خودش میداند. ولی در گلستان سعدی یک قصه میگذره، میگه در دوره حضرت موسی علیه السلام یک نفر میگه پیش حضرت آمد و گفت دعا کن که من مالدار شم. گفت که همین حال بسیار حال خوبه. گفت طاقت ندارم، تاب ندارم. حضرت دعا کردن. میگه 1-2-3 سال گذشت. حضرت به همون منطقه‌ای که همین مردک زندگی میکرد گذشت. دید که مردم جمع شده است و یک بندی را آویزان کردن. گفتن همینجا یک نفر بسیار کمبغل بود. حضرت موسی دعا کرد، همین آدم مالدار شد. وقتی مالدار شد خلاص دیگر دست به تمام کار جنایت و بدبختی زد. این امروز حکمش صادر شد، اکو دار میکشیمش. پس شیخ سعدی بعد میره گفت آن کس که توانگرت نمیگرداند، اون مصلحت تو از تو بهتر داند. برای همین کدام ما داریم کدام ما نداریم، همه این از مقدرات ما هست. ما هم در حق همین نفرهایی که مال دارن دعاگو باشیم که خداوند انصافشون زیاد کنه. خدای مهربان مقصد توفیقشون زیاد کنه. الله مهربان رحم انصافشون زیاد کند
تا که از همون امکانیتی که پیدا کردن دستی مثال نفر و بیچاره را البته بگیرن. وقتی گرفتن پس مالداریشون چی؟ بردوام می شود. و در مردم ما شما دانید که یکی آدم مالدار، یکی آدمی گویم منصبدار، به خاطر منصبش به خاطر مبلغش البته به البته حرمت میکنن. اگر بعضی ها حرمت هم کنن ممکن هست، لیکن بعضی های دیگری که برای خاطر پول و خاطر منصب خوشامدگو هم میشود. اینجا در دو طایفه مردم، یک طایفهش هست که همچون انسان همچون نفر خوب احترام میکنن، نفرهایی هست که برای پولمان و برای منصبمان ما را فقط خوشامد میگن. تا زمانی که همین امکانیت دست ما که رفت با خوشامدگویش مثال در نفرهایی که پولدار و منصبدار شدن با او طرف میگردن. برای همین اینجا در مقصد این دو پهلو دارد. حرمت میکردگی هم هستن، خوشامد میگفتگی هم هستن. برای همین یعنی همیشه تعریف و توصیف هم مقصد مالدارا و پولدارا را از دو جهت، یکی حرمت های یکی خوشامد گفتن های. بعد در تمام زمان برادرای عزیز از ابتدا تا انتها هم همین می رود که جای یک آدم مبلغ داره، شرایط داره، او را البته به البته حرمت میکنن یا منصبش حرمت میکنن. یا یک آدم اگر ببینین همین سر سکه فسان کند در یک معرکه بدروید همه جوش بلند میشود. در مردم ما هم لباس هم بین یک موقع خدا رحمت کند جناب بیدیل میگفت اعتبار خلق بیدیل در لباس افتاده است. اعتبار خلق بیدیل در لباس افتاده است، ورنه یکسان از خون در پیکر طاووس و زاغ. بین همون زاغ قطعی طاووس هر دش یک نوع خون دارن، خونشان یکه، لیکن لباساشون فرق میکنه. لباس طاووس دیده چه خیلی لباس داره، زاغ دیده چه خیلی لباس داره. انمی طاووس به خاطر لباسش میگه چقدر اعتبار بلند پیدا کرده و ایلا خونشان یک خونه. در ما هم همین خیلی ممکن همون نفر همون لباسهایی را که میپوشد شاید از همون آدمی که لباسی خیلی ارزشی پس دارد و ولی مقصد ممکن دانش و فهمیش بلند باشد، لیکن در ما که از بس که لباس اهمیت میتن پس او را بالا نشین میکنن، در او احترام میگذارن. خدای مهربان رحمت کند میگه گر شوی بی پول تو را خیشان فراموشت کنند، گر شوی پولدار همه بیگانگان گوشت کنند. این همه دنیا اگه وقتی که به پولدار شدی مقصد همه بیگانه هم باشه گوشت میکنن، نه که به پول کشیدی حتی همه آدمای خیشت هم برادرای عزیز گفت فراموشت میکنن، دیگر اهمیت نمیتن. امروز خلق خیش بسیم و بزر کنن که زمانها را بیننده همین شاعرای ما هم به زمانهای خودشان نگاه کرده و همین ها را ایجاد کردن. امروز خلق خیش بسیم و بزر کنن، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنن. زردار را به مجلس جای دی هم بسر، بیزر اگر بیاید جا تنگتر کنن. زردار اگر چی نادان گویند عاقل است، بیزر اگر دانا مثلش به خر کنن. زردار اگر بمیرد خیشان غیر گیرین، بیزر اگر بمیرد کم چشم تر کنن. این همی دنیا همی بوده برادر عزیز و گرامی. برای همین هم احترام هست هم خوشامد است. به هر حال خدای مهربان در مقدرات اینها مالداری را که کشیده است، البته خداوند ببینید ولی در عرفیت تاجیکی ما میگن که مثال خدای مهربان بیهوده گوسفند دنبه دادگی نیست. چرا ما گوسفند بز دنبه نداد و گوسفند دنبه داد؟
برای همین هر یک کاری که الله میکنه این به حکمت نیست. خدای مهربان همین مالدارای ما را هم صفشون زیاد کنه، زیرا جامعه ما پیشرفتی هم دینمان هم ملکمان از پولدارا ما بسیار وابستگی داره. خیلی بهبودی ها، آبادی ها و دستگیری ها را میبینیم که ای دستی جوان مردای سخی این ملت ما و شما شیدسته. برای همین دعا کنیم که خداوند این ملت بایش زیاد کند، ثروتمنداش زیاد کند، تا اونها هم با مقصد وقتی دست یا بیچاره را که میگیرن هم دنیاشون هم آخرتشون آباد میشه. خداوند خاتمه مانا بخیر و ایمانمون با سلامت نگه دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.